آخ چی بهتون بگم، دیروز بعد از چند روز مادر جونم اومد خونم، دید قابلمه سوختم و آب کردم گذاشتم کنار تا خیس بخوره. بهم گفت این چه کاریه، خالیش کن تا بهت بگم. گفت یکم توش پودر ماشین بریز با آب، بعد بذار روی گاز تا قشنگ بجوشه. این کارو چند بار تکرار کن تا راحت هر چی سوختگی داره کنده بشه. اصلا هم نیازی نیست که سیم بکشی، با یه اسکاج نرم به راحتی میتونی تمیزش کنی. گفت اگر ته قابلمه‌هات اینطوری زرد شده، بیکینگ پودر و سرکه رو با هم مخلوط کن، بعد اون قابلمه رو بذار یکم داغ بشه، بعد موادو بریز روش، با یه اسکاج و سیم به راحتی میتونی تمیزش کنی. یا اگرم نخواستی که سیم بکشی، روش یکم مایع ظرفشویی بریز با جوش شیرین، بذار یکم بمونه، بعد کاغذ فویل رو مچاله کن و ته قابلمه رو قشنگ تمیزش کن. گفتم مادر جون اینو بهم بگو چه کار کنم. این کتری من بدون آب روی گاز بوده و اطرافش زرد شده. توی لگن سرکه ریخت، کتری رو گذاشت داخلش و روشم جوش شیرین و آب جوش ریخت. بعد از نیم ساعتم شستش، مثل روز اولش تمیز و نو شد. برای تمیز کردن فرم یه راه حل خیلی ساده بهم یاد داد. داخل سینی فر جوش شیرین ریخت و برش لیمو، بعد روشم آب جوش ریخت. بعدم فرم روشن کرد یه نیم ساعتی بمونه. بعدش خاموشش کرد، گفت بذار یه نیم ساعت دیگه هم بمونه، بعد راحت با یه دستمال تمیزش کن. گفت اگه لیمو بندازی بوی بد فرت هم میگیره و خیلی هم خوشبو میشه. گفتم مادر جون من برای تمیز کردن از یه قرص ماشین ظرفشویی استفاده میکنم. میذارمش داخل قابلمه سوخته، روشم آب میذارم میجوشه، بعد راحت کنده میشه. اصلا نیازی به این قرصه ماشین ظرفشویی نیست، خیلی هم گرونه. اگر بلد باشی با همین جوش شیرین و سرکه راحت همه چیزو میتونی تمیز کنی. میگم اگه این پستو دوست داشتی حتما برای من 3 تا قلب قرمز کامنت بذار.